در سیستم الهی ما زشتی، انرژی منفی، بدی، سیاهی نداریم. در سیستم خلقت الهی همه چی به بهترین شکل خلق شده. در این سیستم عنصری به نام فرد حسود، همکار زیرآبزن، دزد، قاتل، شیطان، شوهر عصبانی، زن بد اخلاق، بچه شرور به معنی منفی وجود نداره. چرا؟ آیه 7 سوره سجده اشاره داره همه چی رو خدا به بهترین شکل و احسن آفریده. مولانا در غزل 820 هرچه آن خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. یه اون پادشاه همه چی شیرین و خوب و احسنه. از درخت تین، درخت انجیر، همیشه انجیر میاد بیرون. هر کجا خطبه بخواند بر دو ضد، همچو شیر و شهدشان کابین کند. یعنی میگه این ضدیایی که وجود داره، مثبت منفی، روز شب، شیطان فرشته، همه اینا رو انقدر تو سیستم با هم ترکیب میکنه مثل شیر و شهد. همه چی احسنه، جایگاه خودشو داره. اینا در سیستم الهی احسن آفریده و طراحی شده. ما باید به معرفت اون دقت کنیم، همه چیزو احسن ببینیم. همه چی خوبه با تو، همه چی رو به راهه.